السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موسى عليه السلام. موسى ابن عمران ابن قاهد ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام است. یعقوب علیه السلام بابای چهارم موسی علیه السلام. نام موسی علیه السلام در قرآن 136 مراتبه در 34 سوره قرآن ذکر شده است. موسی علیه السلام پیغمبری بزرگ است. او را کلیم الله هم می نامند. پیغمبری که با الله متعال از دنیا به واسطه سخن میکرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم موسی علیه السلام را در شب اسراء و معراج دید. او را وصف کرد. شکل و نمود موسی را رسول الله صلی الله علیه و سلم وصف کرد. رسول خدا می فرماید موسی علیه السلام سیاه پوست بود. مردی بزرگ جسم بود. با قوت بود. بعضی مورخین میگویند قوت 10 مرد را داشت. وقتی سخن میکرد کمی زبانش بند میشد. یعنی بورا سخن کردن نمیتوانست. و الله متعال موسی علیه السلام را از بین بنی اسرائیل پیغمبر اختیار کرد. خب برمیگردیم به زمانه یعقوب تا ببینیم بنی اسرائیل عددشون چقدر بود و در زمانه موسی علیه السلام چقدر شدند. فرزندان یعقوب علیه السلام به مصر سفر کردند به نزد برادرشان یوسف. وقتی به مصر در آمدن 68 نفر بودند. یعنی فرزندان یعقوب علیه السلام نبیرهاش یعنی اهل و عیالش 68 نفر بودند. وقتی با موسی علیه السلام از مصر برآمدند 600,000 نفر بودند. یعنی بینید که چقدر زیاد شدند. در زمانه یوسف علیه السلام فرعون ریان ابن الولید بود. یعنی هر پادشاهی که در مصر پادشاهی میکرد او را فرعون میگفتند ولی نامش دیگر بود. فرعون زمانه یوسف علیه السلام ریان ابن الولید بود و پادشاهی را و حکم را به یوسف علیه السلام گذاشته بود. یعنی هر حکمی میکرد یوسف علیه السلام میکرد. و بنی اسرائیل در زمان یوسف علیه السلام مثل پادشاهان زندگی میکردند. بعد از وفات یوسف علیه السلام و پادشاه مصر ریان ابن الولید پادشاهی دیگری شد قابوس ابن مصعب. بسیار فرعون ظالم بود. بنی اسرائیل را بسیار ظلم میکرد. بعد از وفات قابوس الولید ابن المصعب شد برادرش. این هم ظالم بود و همسرش آسیا بنت مزاحم رضی الله عنه بود. آسیا زنی با ایمان و صالحه بود. فرعون یعنی الولید ابن المصعب به نزد پدر آسیا آمد و او را خواستگاری کرد. پدر آسیا در اول راضی نشد. گفت آسیا خرد است. فرعون گفت خرد نیست و او را مجبور کرد، تهدید کرد. پدر آسیا دیگر چاره‌ای نداشت. گفت مهرش را پرداخت کن. و با پدرش با آسیا گفت فرعون تو را یعنی میخواهد بگیرد بزنی. آسیا گفت چطور با کافری ازدواج کنم؟ پدرش گفت همه ما را میکشد، ما را تهدید کرده است. پس آسیا رضی الله عنها راضی شد. فرعون بسیار ظالم و متکبر بود. یعنی الولید فرعون ظالم و متکبری بود. تا حالتی رسیده بود که خود را خدای مصر اعلان کرد و اعلان کرده بود که بنی اسرائیل همشان غلامانند و بنی اسرائیل را به کارهای سخت روان میکرد. یعنی مثل کارهای سنگ به کوه ها روان میکرد و دخترای بنی اسرائیل را میگرفت. دیگر بنی اسرائیل به تنگ آمده بودند و راه خلاص را میکافتند، جستجو میکردند.
چطور از این ظالم نجات یابند. در کتابهاشان یک خوشخبری بود. در کتابهاشان نوشته بود که از خانواده فرعون کودکی میبراید که بنی اسرائیل را آزاد میکند. بعضی مورخین میگویند در کتاب مقدس بنی اسرائیل نوشته شده بود که یک مرد آنها را خلاص میکند و از عائله فرعون است، یعنی از همانجا میبراید. همچنان خود فرعون شب خواب دیده بود که یک آتش از بیت المقدس میبراید و به مصر می آید و همه مصر را به آتش می گیرد به جز جای بنی اسرائیل. خوابگزاران را نقل کرد خواب خود را. خوابگزاران گفتند یک پسر تولد می شود از بنی اسرائیل است و تو را هلاک می کند. فرعون ترسید، امر کرد هر کودکی که پسر تولد می شود در بنی اسرائیل کشته شود. هارون علیه السلام پیش از خواب فرعون تولد شده بود، یعنی بزرگتر بود، جوانتر بود. و اکنون مادر موسی علیه السلام حامله به موسی بود و هیچ کسی نمیدانست که یعنی مادر موسی علیه السلام حامله است، آشکار نمیکرد. وقتی موسی علیه السلام را تولد کرد هیچ کسی بغیر از اهلش نمیدانست که پسر تولد کرده است و موسی علیه السلام را پنهان کرد و بسیار در ترس و خوف بود. از سوی الله متعال به مادر موسی علیه السلام الهام آمد. و اوحینا الی موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم
ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. و به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر بده. پس هنگامی که بر او ترسیدی او را به دریای نیل بینداز و نترس و اندوهگین مشو، یقینا ما او را به تو باز میگردانیم و او را از پیامبران قرار خواهیم داد. لشکر فرعون هر خانه را می در آمدند جستجو میکردند. پس مادر موسی را در گهواره گذاشت و او را در دریای نیل انداخت و به خواهر خود گفت از پشت گهواره نظر کن آب گهواره را به کجا میبرد. خاله موسی از پشت درخت نظر میکرد تا که گهواره به نزد قصر فرعون آمد و ایستاد. لشکر فرعون گهواره را از دریا برداشتند. در حال همسر فرعون آسیه رضی الله عنها آمد و از دست آنها گهواره را گرفت و به نزد شوهرش یعنی به نزد فرعون رفت و گفت این کودک نور چشم من و توست، او را نکشید، شاید به من فایده بخشد یا او را به فرزندی گیرم. و آنان از عاقبت آن بیخبر بودند و نمیفهمیدند که عاقبت این کودک کی می شود. یعنی فرعون فرزنددار نمیشد. این یک حکمت الهی بود که فرعون یعنی فرزنددار نمیشد. برای همین آسیه موسی را خواست به فرزندی گیرد. فرعون گفت به من در کار نیست، یعنی به من لازم نیست. اگر به تو لازم باشد او را در نزد خود بگذار. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر فرعون موسی علیه السلام را به خود پسر قبول میکرد گرفتار عذاب نمیشد. و دل مادر موسی از همه چیز ماند. اگر دل او را به ایمان محکم نکرده بودیم تا از ایمانداران باشد قریب بود که آن راز را فاش کند. موسی علیه السلام در قصر گرسنه شد. هر زنی را می آوردند که شیر بدهد موسی را، موسی نمیخورد. بیفایده بود. هر زنی را می آوردند موسی نمیخورد. یعنی امر الهی بود که موسی از هیچ زن شیر نخورد به جز مادر خود. پیستانهای زنان شیرده را از پیش برای او حرام کردیم. آنگاه خواهرش گفت، وقتی لشکریان آمدن در جستجوی زنها بودند، خواهر مادر موسی گفت آیا شما را به خانواده راهنمایی کنم که او را برایتان نگه دارند در حالی که آنها خیرخواه او باشند؟ اهل فرعون گفتند از کجا فهمیدی که آن زن خیرخواه این کودک است؟ خواهر مادر موسی گفت یعنی خاله موسی گفت آن زن یعنی مادر موسی از خانواده فقیر است. وقتی فهمد که کودک از اهل فرعون است او را بسیار احتیاط میکند تا پاداش گیرد. و آن زن کدام کودکی را شیر بدهد کودک شیر میخورد. اهل فرعون گفتند در کجاست زن؟ و کودک را به مادرش برگرداندند. یعنی موسی را به نزد مادرش آوردند ولی نمیفهمیدند که این مادری همین موسی است. و شیر داد، موسی شیر خورد و آرام گرفت. آسیه به مادر موسی گفت در قصر ما ایست و موسی را نگهبین کن. مادر موسی گفت من اهل و عیال دارم نمیتوانم در قصر ایستم. از جهتی که موسی شیر دیگر زن را نمیخورد دیگر علاجی نداشتند. پس هر روز موسی را به مادرش می بردند و بیگاه می آوردند. مادر موسی را بسیار احترام می کردند که کودک فرعون را شیر می دهد. پس موسی را به مادرش بازگرداندیم. یعنی الله متعال می گوید پس موسی را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و تا بداند که وعده الله حق است. یعنی الله وعده کرد که موسی را به تو برمیگردانم، غمگین مشو، نترس. ولیکن بیشتری آنها نمیدانند.
همین طور موسی بزرگ شد در قصر فرعون. وقتی 18 ساله شد بسیار جوانی هوشیار و دانا و با قوت بود، اما تا حال پیغمبر نبود، در دین یعقوب علیه السلام بود. همه میدانستند که او از بنی اسرائیل است و هیچ کس جرأت سخن کردن را نداشت. موسی علیه السلام کارهای قصر را پیش می بود و بسیار عادل بود. روز موسی علیه السلام به بیرون برآمد وقتی نیمه روزی بود، وقتی گویم که عبید بود، آفتاب بسیار گرم بود و دید که دو نفر با یکدیگر جنگ میکنند. یک تای از آنها مصری بود و دیگرش از بنی اسرائیل بود. وقتی اسرائیلی موسی را دید یاردم طلب کرد. اسرائیلی ها بسیار ناتوان بودند، یعنی غلام حساب می شدند. پس موسی علیه السلام مصری را یک تا زد، مصری افتید و مرد. یعنی قوت و توانایی موسی علیه السلام از حد زیاد بود. موسی علیه السلام در حیرت ماند، مقصدش کشتن مصری نبود، اما او مرد، با یک تا زدن مرد. موسی گفت هذا من عمل الشیطان، این عمل شیطان است. موسی علیه السلام دعا کرد پروردگارا من را ببخش، دیگر هیچ ظالمی را یاری نمیدهم و گریخت، در جای پنهان شد. و باز روزی دیگر نیمه روزی بود، گرم بود، مردم در خانه هاشون استراحت میکردند. موسی علیه السلام بیرون برآمد، دید باز همان اسرائیلی با یک مصری دیگر جنگ میکند. موسی علیه السلام را دید، صدا کرد من را یاری کن. و موسی علیه السلام به نزدش آمد، گفت تو آدم مشکل سازی گمراهی هستی، از تو همه وقت مشکلی برمی آید و خواست او را یاری کند. شخص مصری گفت تو میخواهی من را بکشی مثلی که دیروز شخصی را کشتی؟ تو میخواهی ظالم باشی نه از راستگاران. اکنون موسی علیه السلام از سخنان آن مصری فهمید که همه او را میدانند که شخصی را کشته است. و شخصی از خاندان فرعون مؤمن بود، مسلمان بود، موسی را دید، به نزدش آمد. موسی علیه السلام را بسیار دوست می داشت. با موسی علیه السلام گفت در قصر در مورد تو سخن میکنند، یعنی جمع شدن در مورد تو سخن میکنند و میخواهند تو را بکشند. از مصر برا، من برای تو خیرخواه هستم. اهل مصر و بزرگان مصر، یعنی کسانی که مسلمان نبودند، و فرعون موسی را دوست نمی داشتند، فقط برای آسیا او را هیچ چیزی نمی گفتند. ولی اکنون وقتی رسیده بود که او را بکشند، یعنی دلیلی داشتند که او را بکشند. فرعون در حال لشکری را تیار کرد و به اطراف مصر فرستاد تا که موسی را بیاورند به نزدش و بر او قضاوت کند. موسی علیه السلام دعا کرد رب نجنی من القوم الظالمین، پروردگارا من را از قوم ظالمان نجات بده. و در وقت مناسب از مصر برآمد. وقتی کمی خاموشی شد، پروردگارا من را از قوم ظالمان نجات بده. و در وقت مناسب موسی علیه السلام از مصر برآمد. با خود هیچ چیزی نداشت، نه خوراک و نه لباس و نه آب، و با راه صحرا و راه بیابان به طرف فلسطین سفر کرد. وقتی در فلسطین رسید دیگر در پایش پای افزال نبود، یعنی با راهگردی تمام شده بود پای افزالش و از گرسنگی برگ‌های درخت‌ها را می‌خورد و از فلسطین به منطقه مدین سفر کرد به جای شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام زنده بود، پیر شده بود و موسی علیه السلام به منطقه مدین رسید. در نزد چاه در یک سایگی نشست. موسی علیه السلام به نزد چاه آمد که مردم زیادی در آنجا آب می گرفتند و دو دختری را دید که در انتظار بودند. دو دختر با یک چند عدد گوسفندها در انتظار بودند که مردها بروند و آنها آب بگیرند. موسی علیه السلام از آنها پرسید چرا شما گوسفندها را آب نمی دهید؟ آنها گفتند
ما منتظر هستیم که مردها بیروند و بعد ما گوسفندها را آب بدهیم. پدر ما مسافر است و ما را یاری کردن نمیتواند. موسی علیه السلام در بین مردم در آمد و آب آورد به حیوانات و آب داد و خودش به سایگی رفت نشست و دعا کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگارا به من هر خیری که بفرستی نیازمند هستم. موسی علیه السلام بسیار گرسنه بود اما از هیچ کسی نمی پرسید. ابن عباس رضی الله عنه میگوید وقتی موسی علیه السلام به منطقه مدین رسیده بود پوست پایش رفته بود و شکمش به درون در آمده بود، یعنی شکمش به پشتش رسیده بود، یعنی از گرسنگی شکمش به پشتش رسیده بود و دهانش سبز شده بود از برگخوری، برگهای درختها را میخورد. یکی از دختران شعیب علیه السلام دعای موسی علیه السلام را شنیده بود. وقتی به نزد پدرشان برگشتند به پدرشان ماجرا را نقل کردند و گفتند آن مرد را مجازات نمی کنی، یعنی ما را یاری کرد با آن یگان یاری نمی کنی، محتاج است. شعیب علیه السلام گفت او را به اینجا بیارید و یکی از دخترها به نزد موسی علیه السلام رفت. دخترهای شعیب علیه السلام بسیار با شرم بودند. به نزد موسی علیه السلام آمد و گفت پدرم تو را به نزدش خوانده است و موسی علیه السلام از پیش می رفت، دخترها از پشت. وقتی به طرفی میخواست بگوید که به طرفی مثلا راه برو، با یک چوب را می انداخت، یعنی به طرف راست باشد یک چوبچه یا اینکه یک سنگ را می گرفت به طرف راست می انداخت. این اشاره بود که به طرف راست برو یا اینکه به طرف چپ برو و موسی علیه السلام پیش می رفت، دختر از پشت. همین طور به خانه شعیب علیه السلام رسیدند. شعیب علیه السلام از موسی علیه السلام پرسید چرا به این حالت رسیده ای؟ موسی علیه السلام قصه و ماجرا را نقل کرد. شعیب علیه السلام گفت نترس، از ظالمان نجات یافته ای. دخترهای شعیب علیه السلام با پدرشان گفتند ای پدر او را در نزد خود کار بگیر، یعنی مردی با قوت است، ما دختر هستیم، این کارها را مردها میتونند. او را در نزد خود کار بگیر، او بسیار مردی با قوت و امین است. شعیب علیه السلام هم ثروتمند نبود و خواست یکی از دخترهایش را به موسی علیه السلام به زنی بدهد، ولی موسی علیه السلام هم با خود هیچ چیزی نداشت که مهر را پرداخت کند. برای همین شعیب علیه السلام گفت ای موسی من میخواهم یکی از دخترانم را به تو به زنی بدهم در عوضی که نزد من 8 سال کار کنی. اگر 10 سال کار کنی این از نزد تو خیر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسیدند وقتی شعیب علیه السلام 8 و 10 سال را در اختیار موسی گذاشت کدام این سالها را کار کرد؟ موسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود موسی علیه السلام 10 سال کار کرد و به پرگی ادا کرد. بعد از اینکه موسی علیه السلام نزد شعیب علیه السلام 10 سال کار کرد اکنون خواست به مصر برگردد. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی میشنویم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.